این پرلکش شما با قدر عزیز کدوم اینه که بلیط‌های ارزان در کره معلومات با واتساپ اوکس شهنازه زنگ زنید. بلیط‌های ارزان و باوریناک است. این پرلکش شما با قدر کرد نه هیچ رسمی خوبی تاجیکان رو دوستان عزیز ما با همراهی همین خالم یا کم درک فیلمی بدیهی کم درک کردیم تماشا کنین حلاوت برید. مرحمت همین است سفر و خونتان سلامت خونی نه این گاردی فایده داره خلا دل با فایده داره نه تو زحمت کردی خلا جان شما ناو تیار کردید نه اینا ناو تیار کردیم ولی ناو هولینگ شده زنگوی ما در می‌خوام دیده هولینگوی رایان عینی دهه در بسم الله الرحمن خدا خیر هر بار که گشتید مامادم مرحمت میگه من شما با هولینگوی خوشرو بشید خدا خیر روزای نزدیک اکم گفتن که همین مهمونخونه شما شده میشه ان شاء الله خدا ما گفتن امونه باور که بشه جای استراحت گفت من بین پویل دایره کیسه جای منظره توزه کا دوستان عزیز منظره رو نگاه کنید دریا رو نگاه کنید این دریا چی نام داره دریای زرافشان دریای زرافشان تنگه طلوع هم زرافشان بامورم یارم همیشه بودن باور کنه هوای توزه خلا جان این دریا یگون مرامید یگون او صاف دارد حاضر آب که کلان شد آب سر چیرکیم برای چی کم تک اندکتر که شد به آب تازه خلا جان ای دریا اون طرف کدام کشتم زیروباد نوحیه عینی خلق عینی خلق مهمون دوستان مرحبا کی وقتی که اومده سلامت باشید ما مردم شهرمان تاجیکستان هم مردم عینی رو خیلی دوست می‌داریم قربان جان نگاه کن ای دریا اون طرف چه خشنو منظره زیبا منظره رو بینه ای شمال بینه شمالک میوزد با مرگی کندم مسافر گشتیم در شهری مردم شهری مردم شما در تاجیکستانه شما مسافر نیستید خوش آمدید سلامت باشید اینجا مخلص درد غمت بمیشد دل را فرا بخشد دشت مزاری در در خواجک شدی در در اونجا من یه مقبره دیدم اما این کس مقبره خواجه شمس‌الدین بلخی این کس 7 دادارم این دیگه دریو با می برفتن یه روز صحبت خوب آمدم اونجا عبور کردم وقتی که جناب اولی تلویزیون را برآمد کردم من گفتن که سال رشد دهات سال آبادی سرچما گفتن که بچه ما وای نمیریم حج نمیریم پولی حج ما اومده همین یک پایرونه آباد کنیم این هم بفیرم ثواب است یک دستگیری کمان بچه یک دستگیری برای جناب اولی خوش اومدید دیگه این در وقتی بود هوای بی هوای توزه خدا خوشحال میشه مرحمت کی وقتی که اومده امید تو مرحمت خاله جان همین غریبایی که امروز ما رو تماشا میکنن شما رو دوست میدارن شما مادر همه ما هستید یک دعا میته شما با ما سفر میکنید رحمت الهی آمین آمین یا علی یا سید یا ذوالفقار هر بلای آید دفع پروردگار سفرتون بی خطر شود آبروی بلند کرد تاجیکستان ما با تنجد کرد امانیت کرد پادشاه ما با در امانش خداوند نگاهبان شود خیلی شکرانه کردم در کار خیلی تینج خیلی باد هوای توزه شکری همین آبادی وطن سفرتون بی خطر شود ساخت روید سلامت بیاید در امان خداوند باشید سلامت باشید خوش آمدید میری دیدت تاجیکستان ما تاخ خلا رحمت البته اکم بیا خلا جان شما هم بسید مایلی بس جناب خوش اومدید اکی رویت بیو سلامت باشید اینا بیو دوناش هم کشیدید بیا بیاین این خودی خنده کن رحمت خاله جان مایلی کنید سلام هم کنید سلام هم کنید